Misol 376 دو از سینوس یک گنج است و گنج ما در این فقط شما وقتی میبینید این در کدام چهارک جایگیریشونش رو میگوید. برای همین این نمیتونه هم وقت با یوری سه گنج باید کار کنیم. مثلا سه گنج رو اگر ما باید اول این گنج رو و سینوس رو نویسیم. سینوس بگذاریم گنج بتا باشد. سینوس به چی بود قاعده‌اش؟ ما این رو که نوشته میتونیم 8 تقسیم 10 اگر خواهیم یا اگر خواهیم ساده کردن 4 تقسیم 5. سینوس چی بود؟ رو به رو 4 تقسیم هیپاتینوزه و این طرف ما نمیدونیم. طرف همسایه رو این رو یافته میتونیم از روی تئورم پیثاگور و چی میشود؟ 4 کوادرات جمع x کوادرات این برابر 5 کوادرات است. از اینجا اگر کار کنیم 16 جمع x کوادرات برابر 25 و x برابر 3 میشد. وقتی کار میکنیم از اینجا ما x رو 3 یافتیم. اکنون ما همه دیگر فونکسی تریگونومتری یافته میتونیم. خواهیم کوسینوس، خواهیم تانگنس، کوتانگنس. فقط با این چی ما در یک کنور کوسینوس هم وقت مثبت است. این برای چی داره؟ کوسینوس مثبت برای یک بار جوابای منفی رو حذف نمیتونیم، منفی شده نمیتونه، چون که در یک کنج در یک چهارک کوسینوس در اون هم وقت مثبت است. از ما کوسینوس میپرسد و کوسینوس رو اگر یابیم کوسینوس چی بود؟ طرف همسایه که 3 است تقسیم هیپاتینوزه 5. 3 تقسیم 5 این 9/6 میشد پلوس. مثال 90 باز به همون مانند است. اکنون شما کوسینوس داده شده است. کنج شما در چهارک 2 از شما سینوس میپرسد. در دوم چهارک کوسینوس اینجا خطا است. پلوسش جوابش باید مینوس شود. در این سوال خطا آمده است. چون که در دوم چهارک کوسینوس مینوسه برای مینوس داشتنش در کار سینوس رو میدونید. سینوس هم وقت در دوم چهارک مثبت است. یک بار این جواب حذف میتونه. باز شما میکنیم باز با یوری سه گنج و ما سه گنج لازم است. گنج رو میبینیم گنج الفا رو در اینجا اکنون به مینوس دقت نمیکنیم، اعتبار نمیکنیم. کوسینوس چی است؟ کوسینوس 8 تقسیم 10 است. ما این رو 4 تقسیم 5 نوشته میتونیم و 4 تا چی بود؟ همسایه تقسیم هیپاتینوزه. ما اکنون رو به رو گفتیم به مثال پیشین مانند است. x برابر 3 میشه از روی تئورم پیثاگور. اکنون ما x رو که 3 یافتیم ما سینوس رو باید یابیم. سینوس چی میشود؟ سینوس الفا برابر رو به رو 3 تقسیم 5 یعنی 9/6 میشود. باز 278 کوسینوس داده شده است و در کدام چهارک؟ در چهارکی 4 کنجش ما برای همین کوسینوس ما در چهارکی 4 مثبت است. درست است. در اینجا از ما سینوس رو میپرسد. باز با یاری سه کنجی ما میتونیم کوسینوس رو نویسیم. کوسینوس چی است؟ طرف همسایه بگذاریم اینجا کنج الفا باشد 15 تقسیم 17 و x رو باید یابیم. از اینجا اگر x رو یابیم چی میشد؟ 17 کوادرات از روی تئورم پیثاگور x کوادرات جمع 15 کوادرات این میشد 289. اگر خطا نکنم x کوادرات جمع 225 و اگر این تحریر کنیم x کوادرات برابر 64 میشود و x برابر 8 میشود. یعنی طرف این 8 میشود. هم باز یک بار جواب باید نمیتونستیم. این در چهارم چهارک چرگی گفتیم. در چهارم سینوس هم وقت مینوس است. جواب مینوس برای این پلوس شده نمیتونه. و از اینجا سینوس رو اگر یابیم سینوس الفا برابر میشود به طرف رو به رو 8 تقسیم 17 مینوس 8 تقسیم 17 میشود مینوس 279. اکنون در اینجا سینوس داده شده است. کوسینوس 2 رو میپرسد. شما میتونید با یوری سه کنجه یا اینکه اگر ما دانیم کوسینوس 2 به چی برابر بود؟ کوسینوس کوادرات مینوس سینوس کوادرات یا اینکه این میشود 2 کوسینوس کوادرات مینوس 1 یا اینکه 1 مینوس 2 سینوس کوادرات به سه کنجه کار کرده میتونید. منجه الفا یعنی همونجا است. به سه کنجه هم کار کرده یعنی این ایونات رو استفاده برده این قسمتش رو من یافته میتونم. یعنی کوسینوس 2 برابر میشود 1 مینوس 2 ضرب کوادرات سینوس یعنی 1 تقسیم 3 در کوادرات این میشود 1 مینوس 2 تقسیم 9 و این اگر تحریر کنیم 7 تقسیم 9 میشود. یا اینکه با یوری سه کنجه هم کرده میتونستین سینوس رو اینش رو استفاده برده هم کوسینوس هم سینوس رو یافته کار کرده میشود.
280 تانگنس رو داشته است تانگنس 2a مثلا تانگنس 2a من فرمولش رو چی بود فرمولش تانگنس 2 اگر خطا نکنم تفتیش کرده میتونم این فرمول تانگنس 2a برابر است 2 تانگنس a مینوس 1 مینوس تانگنس کوادرات الفا گویم بیاید از روی اگر این فرمول یا رو کار کنیم این میشود 2 ضرب ما تفتیش میکنیم 1 تقسیم 2 1 مینوس 1 تقسیم 2 در کوادرات اگر این رو کار کنیم 1 مینوس 1 مینوس 1 تقسیم 4 این میشود 1 تقسیم 3 تقسیم 4 و این میشود 4 تقسیم 3 جوابش رو یافتیم لیکن ما در فرمول همین خیلی بود یا نبود در خاطر ندارم اگر در خاطر ندارم من چیکار کرده میتونم دوم راهی ما از روی سکونجه رفته میتونم یعنی تانگنس 2a ما در اصل چی است سینوس 2a تقسیم کوسینوس 2a برابر است و اگر شما تانگنس رو فرمولش در خاطر نداشته باشید با این راه کار کرده میتونید 2 سینوس a کوسینوس a لیکن این راه کمتر درست‌تر میشود شکل میتونید کوسینوس کوادرات a مینوس سینوس کوادرات a یعنی با یاری کوسینوس و سینوس یعنی سکونجه رو ما در اینجا چه استفاده برده میتونم یا کنم سکونجه دارم و در همین سکونجه کنجوری خودم رو میکشم طرف یعنی کنج ما الفا داشته است قاعده تانگنس چی بود روبرو طرف روبرو یعنی برای من 1 است تقسیم همسایه یا تقسیم 2 از اینجا ما فیثاگور ما اینجا x کنیم هیپوتنوز رفته میتونیم که او با ریشه 5 برابر است و اکنون ما سینوس کوسینوس رو اینجا افته میتونم چیکار میکنم 2 سینوس الفا به چی برابر است 1 تقسیم ریشه 5 ضرب کوسینوس 2 تقسیم ریشه 5 این صورت است تقسیم کوسینوس کوادرات ما یافتیم کوسینوس چی گفتیم 2 تقسیم ریشه 5 آن رو در کوادرات گیریم 4 تقسیم 5 مینوس سینوس کوادرات 1 تقسیم 5 میشود من یک بار کار کرده است از روی این فرمول برای تفتیش کردن آیا فرمول درست به خاطر دارم یا نه این چی میشود بالا یگانچه اختصار نمیشود این میشود 4 تقسیم 5 پایان باشد 3 تقسیم 5 از اینجا میتونیم که وقتی ما کسر رو تقسیم کنیم 4 تقسیم 3 میشود درست این فرمول درست است 281 کنج داشته است کوسینوس 2a رو میپرسد از اینجا با ایونت رو باید به خاطر بیاریم کوسینوس 2a به چی برابر بود ما کوسینوس 2a رو در اینجا یگانچه تکرار نیست جاش میمونه تا سوال آسان به ایونت بخشش کوسینوس 2 ضرب 22 از 5 کنجای مقصود باید به خاطر بیاریم کوسینوس 45 گرادوس است از روی جدول یا اینکه از سه کنجا ما کوسینوس 45 رو یافتیم که اون به ریشه 2 تقسیم 2 برابر است 282 تا 284 سوال ها مثلا پی در اینجا 180 است یگان کنج رو مونیم با کدام آنها برابر است در این من درس رو طرح کرده بودم سالهای گذشته و 2 سال پیش به فکر این سوال من فهمونده بودم خیلی تیز بگذارم وقتی شما پی یا 2 پی رو استفاده برید فونکسی تگرانی شما ایواز نمیشود یعنی کوتانگز میموند اگر 3 پی تقسیم 2 یا اینکه پی تقسیم 2 رو استفاده برید فونکسی تگرانی شما ایواز میشه مثل سینوس باشد کوسینوس میشود تانگنس باشد کوتانگنس میشود باز یکم سوال این حوزه در دوم چهارک است کوتانگنس در دوم چهارک چیه همه وقت مینوس است ما گفتیم که پی استفاده کنیم کوتانگنس ایواز نمیشود مینوس کوتانگنسی همین کنج است یعنی جای ما به میشود ifade رو ساده کنیم در اینجا با چیکار کرده میتونیم مثلا این فرمول هست دشواری باشد جای الفا یک کنج مونن کار کنید پی 180 است مثلا جای الفا 45 مونن و کار کنید کدومی از جواب درست میشد همون رو یافته میتونیم اگر 83 باز از اینجا نگاه کنید اول باید جاش رو ایواز کنیم این میشود کوتانگنسی 3 پی تقسیم 2 مینوس الفا مینوس را قلبیم مینوس کوتانگنس الفا چه که گفتیم 3 پی تقسیم 2 رو استفاده بریم این در کدوم چهارک است این در چهارک سیوم مینوس میماند کوتانگنس به تانگنس تبدیل مییابد و این میشود کوتانگنسی الفا مینوس کوتانگنس الفا بخشش 284 ifade رو ساده کنین این در یکم چهارک در یکم دوران تانگنس میدونیم مثبت است جواب مثبت میشود برای که پی تقسیم میدونیم کوتانگنس الفا برابر است کوتانگنس الفا در اینجا از 285 280 به مثال پیش نمونده است اکنون در اینجا کنج داشته است شما اول باید فکر کنید یعنی این در کدام چهارک در سوم چهارک تانگنس هم وقت مثبت است جواب ما از جهت تانگنس
یعنی همش مثبت هم وقت اینها کور میکنم منفی شده نمیتونم به من مثبت لازم است و اینو من چه نوشته میتونم تانگنسی اگر 215 رو 180 جمع 35 نوشته میتونم این درس همین شده وقتی ما 180 رو پی رو استفاده برم تانگنس این واژه نمیشه یعنی تانگنس 35 برابر است سینوس تز ifade سینوس 377 این اول در کدام شده این یک دور میزند و یک 360 گرادوس چکل که میدونیم چقدر باقی 17 گرادوس باقی مونه یعنی با یکمش باز میباید به سینوسی 17 برابر میشد یعنی ما این رو چقدر نوشته میتونیم 2p جمع 17 نوشته میتونیم 2p در اینجا 360 معنا دارد اگر ما 2p رو استفاده بردیم سینوس عوض نمیشه در یکم چورک سینوس مثبت است سینوس 17 میموند 287 کتنگ کنید تز ifade کنید معنیش 235 جواب با همش این در کدام چورک در سیم چورک کتنگیز مثبت است ما این رو چه نوشته میتونیم پی جمع 180 55 نوشته میتونیم پی رو استفاده بریم یگانچه عوض نمیشود کتنگیز میموند در سیم چورک کدام مثبت است کتنگیز 55 برابر است 288 اکنون مودله ها چه کار میکنن در این نمود سوال ها در کدام فاصله از هم رو نشان میدن که باید دانین بعد مودل رو باید کار کنیم بیاین کار کنیم اول 2 کوسینوس x برابر 1 کوسینوس x برابر 1 تقسیم 2 اکنون باید به خاطر بیاریم کوسینوس کی مثبت میشود در یکم و در چهارم چورک مثبت میشود کدام کنج ها هستند این کنج چی است 60 گرادوس است یا که از جهت پی گردانیم این پی تقسیم 3 است در چهارم چورک همین کنج به چی برابر میشد به 300 برابر میشد که آن 2 پی مینوس پی تقسیم چند 5 پی تقسیم 3 میشود 5 پی تقسیم 3 درست لیکن در اینجا نگاه کنین این هم جوابی درست این هم جوابی لیکن در فاصله 0 و پی یعنی 0 و 180 گرادوس فقط 60 گرادوس رو انتخاب میکنیم که او به پی تقسیم 3 برابر است درست اگر بین 0 و 2 پی باشد هر دو کنج ها درست میشد 289 مدل بین فاصله 0 و پی تقسیم 3 اکنون این مدل رو چه کار میکنیم بیاین اول مدل رو نویسیم 2 سینوس 2x در اینجا باید دقت کنیم 1 بعد سینوس 2x به چی برابر است به 1 تقسیم 2 بعد به خاطر بیاریم سینوس کی به 1 تقسیم 2 برابر است 2x یعنی در اینجا ما فقط x 2x داریم به 30 گرادوس برابر شدنش ممکن من از گرادوس نویسم هم از پی هم نوشته بیاین اتک نویسیم با پی 30 گرادوس نمیتوند پی تقسیم 6 یا اینکه سینوس کی با مثبت میشود در دوم چورکی آن با 150 گرادوس برابر است یعنی 5 پی تقسیم 6 نمیتواند باز چی دیگر سینوس مثبت نیست در سیم 4 منفی است لیکن باید اگر دو بزنم کدام کنج شدنش ممکن مثلا 390 همین لیکن دوام رفتن کفایه است چون که فاصله من خیلی مایده است من نشون دادم 390 هم شما گفته میتونه 2 پی یعنی 2 پی جمع پی تقسیم 3 7 پی تقسیم 3 میشه نه بخشش پی تقسیم 6 2 پی 13 پی تقسیم 6 میشه دیگه من این رو برای عمومی نشون دادم لیکن برای فاصله که مایده است دیگر کنج لازم نیست فقط همین کنج کفایه است یعنی کنج 15 x میشه ما 2x نه با x تکو 15 شدنش ممکن 75 شدنش ممکن و این چند است 180 195 گرادوس شدنش ممکن و غیره ها از جهت پی نگردونیم پی تقسیم 12 5 پی تقسیم 12 13 پی تقسیم 12 شده میتونه و غیره ها لیکن که فاصله بین 0 و این 60 از جهت گرادوس آموزد 0 60 گرادوس است کدام کنج موافق است فقط 15 یعنی پی تقسیم 12 موافق است دیگر روش هم درسته لیکن در این فاصله فقط همین کنج است 290 x اکنون در یک دوره بین 0 و 360 گرادوس 2 پی است تانگنس یک چند ریشه دارد تانگنس یک مثبت است در کدام چورک مثبت در یک و 3 تانگنس کدام کنج بخش x رو فراموش کن x این 45 گرادوس و در سیم چورک همین کنج باید 225 گرادوس تعلق دارد بین 0 و 2 پی فقط در مورد دو کنج یک است از جهت وای هم نوشته میتونم پی این پی تقسیم 4 است یا اینکه 5 پی تقسیم 4 لیکن شرط نیست پی چند تا ریشه دارد دو تا ریشه دارد فقط دو ریشه
مثبت میکرد 1. 291 کتانگز نیاکنیم فاصله بین 0 و p است. کتانگز کدام وقت مثبت است در 1 و 3. کتانگز کدام ریشه به کتانگز کدام کنج به ریشه 3 برابر است. راستی گپ منم با این سوال‌ها رو که بازار 3 کنج میکشم اون وقت و کنج‌ها رو میمونم 3 3 کنجه مخصوص ایزود کرده نمیتونم مثلا 1 2 ریشه 3. از اینجا میبینم کتانگز قاعده‌اش چی بود؟ همسایه تقسیم کتانگز c یعنی کتانگز x وقتی 30 گرادوس است یا که از جهت p تقسیم 6 است. تمام یک ریشه رو یافتیم لیکن ما میدونیم که tam 30 گرادوس است x 30 گرادوس لیکن باز در سیوم چهارک این به 210 گرادوس برابر است و غیره هم خیلی میرود. از اینجا بین 0 و p فقط 30 گرادوس به ما کفایه است و این چی میشود؟ یک ریشه دارد چون که 210 از p کلم است از یک داشته کنیم برای فقط یک تا 30 درست است. 292 بین 9 و 270 گرادوس همین چند ریشه دارد. بیاین کار کنیم. این مدل چه کنیم؟ 2 کوسینوس 2x برابر 1 کوسینوس 2x برابر 1 تقسیم 2. اکنون 2x همیشه از جهت درجه نمیسم پیش شرط نیست. کدام ریشه روشنش ممکن؟ این 60 گرادوس روشنش ممکن. کوسینوس در کدام فاصله مثبت است؟ در کدام چهارک 1 و 4 300 گرادوس. بعد به هر میکنم 360 گرادوس رو جمع میکنم یعنی 420 660 همین گرادوس ها و دویم دوره سوم دوره با اون تکرارش میرود. لیکن با اون چی تکرار بعد به 2 تقسیم میکنم همین قدر کفایه است. این میشد 30 150 210 و 330 کنج ها و غیره میرود. شما کنج شما x باید بین 9 و 270 گرادوس باشد. اکنون میبینیم این بین 9 و 270 است درست. این هم هست چهارمش نیست فقط 3 ریشه یعنی 3 ریشه دارد. 293 کنج شما بین 9 و 180 گرادوس مدل رو چند ریشه دارد. کار میکنیم 2 سینوس 2x برابر 1 سینوس 2x برابر 1 تقسیم 2. اکنون باید با خود سینوس کی مثبت است 1 و 2 یعنی 2x این 30 گرادوس است یا اینکه 150 گرادوس است یا اینکه با هم 360 رو به هر دوش جمع کنم 390 گرادوس است یا اینکه 510 گرادوس است و غیره میرود. لیکن در اینجا مونم چون که فاصله بین 9 و 180 بعد x رو یابیم x این 15 میشود این 75 میشود این 195 میشود و غیره میرود. دیگه تقسیم کردن شرط نیست. بین 9 و 180 کدامش درست میشود؟ این 15 هست 75 هست لیکن این نیست. در اینجا میستم فقط دو ریشه رو از من میپرسد کفایه.